کس نمیخواهد، هیچ کس نمیخواهد در افغانستان حکومت اسلامی برقرار شد. هیچ کس. این خوب بفهم. ما را میخواهند به نام منطقه جدا کنه، ما را به نام زبان جدا میکنه، ما را به نام نژاد میخواهند جدا کنه، ما را میخواهند به نام مذهب جدا کنه. ولی ما باید متوجه باشیم ما فقط یک نام داریم، مسلمان افغانی. چون گل اقبال لاهوری میگه چون گل صدبرگ ما را بو یکیست، اوست خاتم انبیا را میگه صلی الله علیه و آله و سلم، اوست جان این نظام او یکیست. انما المؤمنون اخوه. نام تو چیه؟ مسلمانی افغانی. نام پدرت مسلمانی افغانی و اصل که سه بعد مسلمانی. دیگذاریم دیگه، بس کنیم از این نژاد و اینها. دشمنا میخواهند استفاده کنن. خدا شاهد من الان یک نفر شیعه هستم با شما صحبت میکنم، شیعه هستم، بر اساس تعلیمات شیعه من اهل سنت دوست دارم و برادر خود میدانم. من جعفریم، به فقه جعفری عمل میکنم. خدا میدانه که من به فقه حنفی احترام قائلم و امام ابو حنیفه به عنوان یک دانشمندی که میلیون ها پیرو دارد در دنیا او احترام میکنه. من فارسی صحبت میکنم، فارسی زبانم، زبان مادری میه، ولی خدا شاید من پشتو را دوست دارم و برای من خیلی شیرین پشتو گفتن. این تعصبات چیه؟ ما دوست دارم با تمام زبانهای وطن خود، تاجیکی باشه، هزاره باشه، ازبک باشه، هر چی باشه، ما احترام قائلیم. چرا ما را به نام هزاره و ازبک و تاجیک و پشتون از همدیگری جدا کنن؟ خانه مشترک، زندگانی مشترک، سرزمین مشترک، حکومت مشترک، دین مشترک، دنیای مشترک، حماقت که ما از هم جدا شیم. تفنگار به جان همدیگری به کار بیندازیم. چرا ما متحد نشیم؟ چرا ما با هم برادر نباشیم؟ چرا همدیگری را احترام نکنیم؟ ما باید اتحاد خود حفظ کنیم. این کار از قدرت حکومت بیرونه. این کار ما و شمایه که باید به وسیله اتحاد خود مداخلات بیگانه را از کشور خود دور کنیم. و اگر بعد اونا پررویی کنند و مداخله کنند